حقیقت عاشقی لطیفه عزیزی افشا شد. لطیفه عزیزی عاشق چی کسی شده است؟ آیا لطیفه عزیزی در امریکا نامزد شده است؟ و جدیدترین فیلم امریکایی لطیفه عزیزی با پوشش غیر اخلاقی در امریکا. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند خوش صدا، خوش سیما و تازه کار افغانستان و کارهای هنرمندی خود را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست مقام سوم را در این پروسه رقابتی از آن خود کند. هرچند لطیفه عزیزی هیچ زمان حمایت و تشویقی از طرف داوران این برنامه نشد، ولی با اعتماد به نفسی که داشت توانست خوب بدرخشد و در دل هر یک افغان خود جا پیدا کند. لطیفه عزیزی بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان به کشور امریکا پناهنده شد. لطیفه با رفتنش در کشور امریکا در ابتدا در رستوران مکدونالد من حیث مهماندار اجرای وظیفه میکرد، اما دیر نگذشت لطیفه عزیزی مدل موفق و توانای افغان برای چندین برند امریکایی شد. جدیداً لطیفه عزیزی تصاویری را در صفحات مجازیش نشر کرده است که گویا در چندین فیلم امریکایی نقش کوتاهی بازی کرده است و این روزها گپ‌هایی در صفحات مجازی دست به دست می شود که لطیفه عزیزی با یک پسر ترکمن در امریکا نامزد شده است. لطیفه عاشق این پسر برای چندین سال متوالی بود و بالاخره با رفتنش به کشور امریکا توانست با دوست پسرش نامزد شود. اگر این خبر حقیقت داشته باشد، ما هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سلامتی برای لطیفه جان داریم و پیوند نامزدیش را از صمیم قلب تبریک گفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.